بسم الله الرحمن الرحیم. یا من ارجوه لکل خیر. الهی به امید تو. سلام خانم ها، آقایان محترم، بنده های خوب خدا، هم نفس یاد خدا. الهی که خوب باشین، سلامت و تندرست باشین. خیلی خیلی مبارکتون باشه حلول ماه خدا رجب المرجب و امروز که روز ولادت هفتمین معصوم و پنجمین امام و افتخار شیعه آقا امام محمد باقر علیه السلام بود. امشب اولین شب جمعه ماه خداست رجب المرجب، که اولین شب جمعه ماه رجب المرجب رو اسمش گذاشتن لیلة الرغائب، معروف و مشهور به شب آرزوهاست. که چه آرزویی بهتر برای من و شما که چشم انتظار آخرین ذخیره الهی حضرت خاتم الاوصیا و مهدی موعود ارواحنا له الفدا هستیم انشاءالله. شب تیره فراقشون هرچه زودتر به صبح وصال، این لیلة الرغائب به صبح وصال امام زمانمون متصل و منتج بشه و چشممون به رخسار دلاراشون روشن و منور بشه. امشب دعا و آرزو و خواسته هممون یک چیز باشه: اللهم عجل ولیک الفرج و حق محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. بفرمایید. خواهش می‌کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. چه شب پرنوری داریم. شب اولین شب جمعه ماه رجب. شب جمعه همینجوری در رحمت الهی به روی بنده هاش باز سید شب‌های هفته است. حالا دیگه اولین شب جمعه ماه رجب المرجب هم هست و خدا رو 100,000 مرتبه شکر. خوشحالی‌ها و شادی‌ها ما توی برنامه مضاعفه به خاطر حضور استاد محمدی شارودی عزیز که میتونیم راجع به این موضوعات هم ازشون ان شاءالله بشنویم و استفاده بکنیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید، تبریک. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی ممنون، متشکر بندم خدمت شما و دوستانی که اینجا زحمت میکشن و عزیزان بیننده عرض تبریک و تهنیت دارم. سلامت بشین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. ما یه سری امتیازات داریم، افتخارات داریم به تعبیر امام رحمت الله علیه‌تون، وصیت‌نامه الهی سیاسیشون. یه ما مفتخریم که امام باقر رو داریم و دنیا نداره. عجب. دنیا نظیرشو نداره. بگردید کسی که یک نفر جابر یزید جوفی میگه من 70,000 حدیث از امام باقر بلدم که هیچ کس بلد نیست. محمد مسلم میگه من 30,000 حدیث از امام یعنی اون زمانی که دیگه حالا نوشتن حدیث اون زمان آزاد شد، اون زمان قدغن بود. می‌بینید فقط در حدیث ما باقر چین عرض کنم که رفتاری که اگر شما همه احادیثی از 14 معصوم رسیده رو دو دسته کنید، احادیث باقرین علیهم السلام رو یه طرف بذارید، اون 12 معصوم که باقی مونده هستن یه طرف، پیغمبر و امیرالمومنین همشون، این احادیث بیشتره. عجب. احادیث این دو امام باقر و امام صادق علیهم بیشتر از کل اون حدیث از همه 14 معصوم است. اون نهضت علمی زمان این دو امام خیلی امام باقر شروع کرد و امام صادق هم به اوج رسوند. خب یه چنین امتیازاتی ما داریم. ما میتونیم با دنیا تحدی بکنیم. دنیا شما نظیرش که داری بسم الله با جهان اسلام تحدی بکنیم. داری شما کسی انگشت گوشی امام باقر بر حسب اون چه خودشون میگن، امام باقری که ابن ابوالحدید سنی معتزلی معرفی کرده یه سید الفقها و نه امام باقری که ما میگیم. خب به همه دوستان تبریک عرض میکنم و تبریک عرض میکنم که یه چنین امتیازاتی دارن، یه چنین سرپرستی دارن. الحمدلله. بله، لیلة الرغائب هم که انشاءالله دوستان اعمالش رو مفاتی نگاه کنند و انجام بدن. راجع ماه رجب هم عرض بکنم که خود راجع ماه رجب در واقع شروع سال اهل دله. شما مفاتی بهار عبادت شروع هست اول ساله. دیگه 9 روز اول ساله. شما مفاتی نگاه کنید از ماه رجب شروع کرده. فروردین بندگیه، بهار بندگیه. از ماه محرم شو اول ماه قمری ماه محرمه. ولی مفاتی از رجب شد. از ماه رمضان شروع نکرده که بیشترین عبادات و بیشترین مثلا ماه خداست و ماه شرافت داره. از ماه رجب شروع کرده چون رجب شروع هست. ما 3 ماه داریم: رجب، شعبان، رمضان.
ضیافت ماه مهمانیه. دویتون فی الی ضیافت الله. بله. و جعلتم من اهل کرامت الله. برای اینکه انسان توی ضیافت شرکت کنه باید قبلا آمادگی‌های لازم رو به دست آورده باشه. باید خودشو پاک کنه، حمام بره، بوی بد نداشته باشه، استحمام کنه و آلوده از خودش راست. بعد هم باید خودشو زینت بکنه، لباس مناسب بپوشه، هر کس باید خودش آراسته بشه. ماه رجب مال تزکیه، مال پاک کردنه. برداشت می‌بینید در رجب استغفار زیاد، خیلی این استغفار برای پاک شدنه. این حمامه. اگه کسی میخواد تو اون ضیافت شرکت کنه از ماه رجب باید شروع کنه، با این استغفارها نفس رو پاک کنه، با اون صلوات ها هم تحلیه. ماه رجب ماه تزکیه، ماه شعبان ماه تحلیه. آراسته میشه انسان با صلوات، زینت پیدا میکنه با صلوات. اون وقت این شایستگی شرکت در اون ضیافت هم عجیب ضیافتی است. ضیافت های ما مساویه، یه غذا میارن مثلا سر سفره و همه میشینن میخورن. مثلا ضیافت خدا اینجوری نیست، از زمین تا آسمون تفاوت داره. یعنی اینکه چقدر انسان ها برخوردار باشن که من گفتم دیگه، چون حرف دیگه نداشتیم که از زمین تا آسمون. و هر کس به میزان اون ظرفیتی که در این 2 ماه کسب کرده، به میزان اون آمادگی شرکت در اون ضیافت، اون وقت برخوردار خواهد بود. از زمین تا آسمون فرق میکنه. خب ماه رجب شروع بشه ان شاءالله دوستان. روزهایی که میگیرن الحمدلله اون روز قیامت وقتی میگن عین رجبیون، شما هم دست بلند کنید میگید من روزداران و کسایی بودم که رجب رو درک کردم. الحمدلله رب العالمین. خدا توفیق بندگی بهش به ما بده. شما اون دعایی که شروع کردید خوندید، یه اشتباهی تو جامعه ما هست که کدوم دعا؟ یا من ارجو. خب قضیه این بود که شخص اومد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت آقا من یه دعایی میخوام که خیر دنیا آخرت توش باشه و همیشه توش باشه. بله. امام بهش فرمود خیلی خوب، بنویس. املا کرد، اون نوشت یا من ارجو لکل خیر و تا آخرش. بعد امام دست به محاسنشون بردن، همین دعا رو خوندن و انگشت سبابم تکون دادن. اول املا کرد. این ثمه‌ای که اینجا داره اون زمانی بود که امام می‌خواست که یادش بده که چطور بخونه دعا رو. یعنی از اول شروع کردن به خوندن. از اول که شروع کرد به خواندن محاسن رو گرفت. محاسنشون رو گرفتن و شروع کردن خوندن. الان اینجوری نیست، از اول محاسن نمیگیرن. وقتی میرسن به یا ذوالجلال و الاکرام چیه؟ اونجا دست محاسن میگیرن. در حالی که روایت این نیست. کاری که امام صادق علیه السلام کرد اول دعا بود، نه بعد از دعا. آره. بعد اون دعا تموم شد و ما اون دعا رو خوند. چون اونجا شیبتی داره خیال میکنه که عدنان باید اونجا باید دستش رو محاسن. یعنی پس درستش اینه که ما بسم الله الرحمن الرحیم یا من ارجو دست به محاسن بگیریم. یه نکته، این انگشت اشاره چیه؟ نکته اون که این انگشت سبابه رو ما اینجوری تکون میداد، نه اینکه بعضی دستو مثل پاندور ساعت اینجوری میکنن. این از کجا آوردن اینا رو؟ حالا این انگشت سبابه که تکون میخوره خودش فلسفه ها داره. یعنی خدا من ذلیلم، من آمدم پیش تو دارم تذلل میکنم و خواهم که بداد ابراز ضعف و زبونی در برابر جایگاه. بله این خداوند متعال که من مثلا چینم. خب پس هم این انگشت فقط باید تکون بخوره، نه کل بدن کل بدنشون تکون میخوره. بعد هم دعا، اصلا اول دعا هم باید این نکته مهمی بود، چون همه جا تقریبا همون از یا ذوالجلال و الاکرام. دست محاسن. حتی مسجد خودمون ما گفتیم، بازم وقتی که نگاه میکنم میبینم بعد ما هم گوش نکردن همین. حالا اگر انجام نشه این دو کار، یعنی دست محاسن گرفته نشود و انگشت سبابه هم تکان داده نشود، مثل بقیه دعاها دست با آسمون دعا کنیم، آیا اون برکات اون دعا به هر حال اون که امام دستور داده که رمزات توش بوده دیگه؟ مثل اون چی بود دعای غریق که بله یک کلمه اضافه، یک کلمه اضافه چی بود داشت؟ یا الله یا رحمان یا مقلب القلوب و الابصار رو اضافه کرده بود. اون فرمودن خوبه، ولی اینی که من میگم نه کمتر نه بیشتر. بله بعدن که من دقت کردم اصلا جای ابصار اینجا نیست. این اضافه کردن ابصار اینجا یا مقلب القلوب بحث دله که باید تثبیت بشه، نه چشم. تثبیت. چشم کاری اینجا نیست.
چون جای دیگه مقرر غروب افسار دیده بود، اینجا هم اضافه کرد. آره، ریشه همین دلی که میخواد تثبیت بشه رو دین خدا. به هر حال بله همینطوره، اون چیزی که امام گفته همون انسان انجام بده، کم و زیادش نکنه. اون چیزی که امام گفته اینه که از ابتدا دست به محاسن و فقط انگشت سبابه. خیلی ممنونم، این نکته خیلی مهمی بودش که ما به عنوان هدیه از شما دریافت کردیم توی این روز اول و شب دوم ماه رجب المرجب. خیلی ممنونم. ما یه فاصله بگیریم و یه صلوات هم بفرستیم و برگردیم و دیگه همون مباحث هفتگی خودمون رو در محضر شما ارائه بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب اگه خاطر شریف و مبارکتون باشه، ما بحثمون رسیده بود به افعال خدای مهربان و اولین موردی که بحثمون بود عدل الهی بود، نکات و شبهات و سوالاتی که در جامعه مطرح کردیم و جواب فرمودن در طول تاریخ هم بوده و 5 شیوه برای پاسخگویی به این تردیدها و شبهات و سوالات و اشکالات وجود داره که پنجمینش نگاه حکمای مسلمان و شیعه بوده که ما تمرکزمون روی این روش هست. جواب فرمودن 2 تا دسته‌بندی وجود داره تو این ایرادات و اشکالات، دسته‌بندی که برمیگرده به مسائل مربوط به تفاوت و تبعیض و یه دسته‌بندی هم مربوط به مسائلی که به بدیها و شرور وجود داره. تبعیض و تفاوت رو یه درسی هم پس بدم نمره بدین. تبعیض رو فرمودن که نمیتونه از جانب خدای، تفاوت نمیتونه از جانب خدای بزرگ باشه، از جانب مخلوق و انسان. تفاوت از جانب خداست. تفاوت از جانب خداست ولی تبعیض نمیتونه باشه. تبعیض خود انسان ها بین خودشون. تفاوت عین عدالته و اگر تفاوت نباشه اصلا سنگ رو هم بند عدالت نیست. ناس به خیر تجدید شده. خب از استبو هلاکو، تفاوت برداشته شد هلاک میشن دیگه، نمیتونن زندگی بکنن. اصلا خدمت شما که تمرکزمون بخش دوم قرار شد باشه که بدیها و شرور. چرا شرور باید وجود داشته باشه؟ اینایی که مثلا مثل بیماری و جنگ و نمیدونم مرگ و میر و مثلا فقر و گرسنگی و سرما و گرما میشه از این قبیل. شاید خیلی دامنه خیلی وسیع داره. گفتیم اینجا ما 4 پاسخ میدیم که هر پاسخی میدیم همون کافیه. پاسخ بعدی معناش این نیست که حالا پاسخ اول ما قبول نکردیم. درسته. با فرض این که اول قبول نکنیم دوم میگیم، با فرض اینکه 2 تا رو قبول نکنیم سوم. همینطور الاخر. آره. حرف اول ما اینه که شما میگید چرا در عالم شر وجود داره، بدی وجود داره، منظور از این شر چیه؟ فقر رو شما میگید شره؟ آیا خدا هم فقر خلق کرده یا ثروت خلق کرده؟ فقر یعنی عدم و ثروت دیگه. بله. وقتی ثروت نباشه میگیم چی؟ فقر. اون نیست که دیگه نمیتونیم خدا خلق کرد که. اینجا هم درخت وجود نداره. این درخت رو کی کاشته؟ میگم کو. درخت نیست که. عدم که نمیشه به خالق نسبت داد. شما بگید ظلمت مثلا شره. ظلمت یعنی چی؟ چون که هست نوره. خدا نور خلق کرده. یعنی اصالت با وجوده. همینطوره. جایی که نور نباشه یعنی جا تاریکه. تاریکی خلق نکرده خدا. نور خلق کرده. نتیجه عدم نوره. بله. به عدم نور شما میگید ظلمت. به عدم سلامت میگید بیماری. به عدم حیات میگید مرگ. به عدم ثروت میگین فقر. همینطور. پس این که شما اسمش گذاشتید شر، این به خدا نسبت داده نمیشه. چون موجود نیست. خدا به وجودش نیاورده که این موجود رو خدا خلق کرده. بله. وقتی میگه شما نور رو خدا خلق کرده، خب بله، از همین نورهای فیزیکی گرفته تا نور معنوی میره بالا. وقتی میگید ظلمت محکو، خدا چی چیز خلق کرده؟ همینجا ما یه سوال از دوستان بپرسیم که حالا گاهی ما هم خواهی اینجوری ما گفتیم که خداوند اون چیزی که فقط وجود داره به خدا منسوب هست. سوره بارکه ملک هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. پس چی میشه؟ آیا میگه خداوند مرگ رو اولا مرگ آورده. بله. مرگ و حیات رو خلق کرده. در من گفتم خلق الموت. در ما گفتیم که اصلا عدم، شما عدمی رو میگید خدا خلق کرده. مرگ در واقع نتیجه عدم
حیاته بله که خدا خلق نکرده، ولی اینجا خدا خلق کرد. چجوری میشه؟ الان جواب بدم؟ جواب نه، بذار یه ذره فکر کنم. بچه اسپوزیتور. ولی به نظرم خوبه یه ذره مردم هم روش فکر بکنن، ببینیم که پاسخ کی نزدیک‌تره به اون پاسخشون. خدمت شما عرض کنم که پس نکته اول این شد که خب ما تمام اونهایی که تحت عنوان شر از یاد میکنیم ماهیت عدمی دارن، راست، نه ماهیت وجودی. دقیقاً. وقتی ماهیت عدمی دارن دیگه معنا نداره که به خدا نسبت بدیم. پس شر خلق شده نیست. مخلوق نیست. مخلوق نیست. بله. ماهیت وجودی نداره ببین کی خلقش کرده. این نکته اول که خب این دیگه از ریشه زده شد دیگه. همه اون شبهه‌ای که مطرح شده بود که چرا خدا بدی خلق کرده، اون کدوم بدی وجود نداره که خدا خلق کرده. خدا مخلوق خلق کرده، موجود رو خلق کرده، نه معدوم رو. معدوم نسبت دادنش به خدا این درست نیست. یه دقیقه صبر کنیم. ممکنه یه کسی رو برگرده بگه آقا شما یه فرمولی چیدی، اصل رو قرار دادی بر وجود، مثلا گفتی که آقا اینجا الان شبه چون نور نیست، چون روز نیست شبه. ممکنه اونم برگرده بگه آقا الان روزه چون شب نیست که روزه. آقا الان ثروته چون فقر نیست، یعنی فقر رو اصل بگیره، وجود شب رو اصل بگیره. این مستلزم اینه که اون وجود داشته باشه. آیا شما به عدم الفقر میگید ثروت یا به عدم ثروت میگید؟ اونجا که شما لمس میکنید این ثروت منه. وقتی وجود داره میگیم این ثروت دیگه، وقتی نیست که نمیتونیم بهش بگیم. شما عدم نمیتونید به کسی نسبت بدید، بگید فلانی انقدر عدم دارد، انقدر فقر دارد. ثروت رو چرا میگی که چون ماشین داره، خونه داره، چی داره؟ چون وجود داره. شما برای فقر هم سند میگیرید؟ برید اسناد رسمی بگید که من میخوام که نه 100 تا سند بگیرم. برای چی؟ 100 تا فقری که دارم. نه، برای ثروت سند میگیرید که وجود داره. پس اون چیزی به خدا نسبت داده میشه اون چیزی که هست. اصلا به هر خالقی، به هر فاعلی ملموس محسوس وجود داره. گاهی ممکنه بعضی سراغ ماهیت برن. ماهیت اعتباره. ماهیت تو ذهن ماست، ولی خارج ما ماهیت نداریم. مثلا ماهیت عدمه، خود ماهیت عدمه. وقتی ما میگن که شما ماهیت انسان چجوریست؟ الانسان ماهو. ماهیت انسان رو شما بگید، میگیم حیوان ناطق. حیوان یه حد میکشیم، موجوداتی رو از جدا میکنیم. این عدمه. این انسان حیوانه، پس جماد نیست، نبات نیست، فرشته نیست، جن نیست. دوباره باز یه خط دیگه میکشیم، میگیم هر حیوانی هم نیست، حیوان ناطقه. این دو بار محدودش میکنیم تا بتونیم ماهیت رو بیان کنیم. درست. ماهیت عدمه، ماهیت اعتباره. همیشه خط میکشیم که از بقیه جدا کنیم. درست. یه جنس میاریم براش، یه فصل میاریم که اون جدا بشه. خیلی خوب. پس نکته اول این شد که اصلا شری وجود نداره که حالا بگیم خدا چرا خدای عادل چرا شر رو خلق کرده. حالا از این کوتاهیه، یعنی بگیم خیلی خوب شر وجود داره. مثلا شما فرض کنید که زهر مار شر، مثلا، یا فرض بفرمایید که بارانی که میاد سیل راه میفته این چیه؟ شره، چون خونه ها رو خراب کرده، چون مثلا مزارع رو از بین برده، چنان کرده، این شر باشه. ویروس، میکروب مثلا. بله مثلا. حالا اینا شریعتشون با فرضی که قبول کنیم شره، شریعت مطلق یا نسبیه؟ زهر مار نسبت به خود مار هم شره؟ نه. بهترین خیره. میگه من زهر نداشتم میگه میشدم اسباب بازی بچهای آدم. نمیتونستم خودم دفاع کنم. دفاعیشه. اون برای مار خیر است. اون بارانی که اومد که حالا گوشه سیل را افتاد برای کشاورزی که دم کاشته، کلی هزینه کرده و منتظر چیه؟ بارانه. اگر اون شر نسبت به اون شخصی که خونش خراب شده شره، نسبت به این کشاورز چیه؟ خیره. همون ویروس، همون میکروب اگر نسبت به افرادی که مریض میشن شره، نسبت به پزشک، نسبت به علم پزشکی چی؟
خیر اگه نبود این علمم نبود. اگر میکروب نبود، ویروس نبود، بیماری نبود، چیه؟ علم پزشکی هم نبود. وقتی توی این مستندا نشون میده شیره میره این آهو رو میگیره همچین میدره، آدم جیگرش کباب میشه، هی میگه آخه چرا فلان. بعد میشنی فکر میکنی خب این یه طرف قضیه این آهو است، یه طرف هم اینه که اینم نیاز داره بره غذا بیاره برای بچه‌ش، شکم خودش و خانواده‌اش رو سیر کنه. یعنی همه چی نسبیه، نمیتونیم مطلق بگیم. از شیر حمله خوش بود و از غزال رم. آره. کمال غزال بینی که فرار کنه، کمال شیرم به چیه؟ خوب حمله کنه. آره. کمال اسب اینه که خوب بدوه، نه اینکه چاق و چله بشه نتونه حرکت کنه. کمال گوسفند اینه که چیه؟ چاق بشه. هر کدوم برای خودشون. خب پس این بدی هایی که ما معرفی کردیم بد بودنشون نسبیه. معمولا ما خودمون رو محور قرار میدیم و میگیم خیلی خوب چرا باید نسبت به ما چنین باشه؟ خب چرا شما خودتون محور آفرینش قرار میدید؟ چرا بقیه موجودات اونا رو چرا کلا رها کردید؟ چرا اون شما شری که میبینید فقط اون بخشی که حالا شما شر تلقی میکنید میبینید، اما نسبت به اون مواردی که خیره چرا اونها رو نمیبینید؟ حالا چند تا مثال زدیم. پس نکته دوم میشد که اگر فرض کنیم که شری وجود دارد، شریعتش مطلق نیست، نسبی است. حالا بازم در این باره صحبت کنیم که گام‌های بعد. خیلی عالی، دست شما درد نکنه. تا همینجا نگه می‌داریم. ان شاءالله هفته آینده به شرط حیات و توفیق بحث بدیها و شرور رو ادامه خواهیم داد. محضر استاد محمدی شاوردی هست. اوامر ندارین؟ مخلصیم، محتاجیم به دعاتون، شدید محتاجیم به دعای شما هم. این شب‌های پرنور و خیلی خیلی روشن ماه خدا رجب المرجب ما رو از دعای خیر خودتون محروم نفرمایین. التماس دعا یا حق. خداحافظ.